سلام دوستان، مصطفی میکنجام هستم با کانال آرتریستا در خدمتتونیم. اومدیم تا از 0 تا 100 باریستایی جلسه دوم با هم پیش ببریم. خب یه سری توضیحات اول راجع به لوازم قسمت بار میخوام بهتون بدم. این میگم پورتافیلتر. به این یک سبدی داخلشه بهش میگم بسکت و به این وسیله میگم لولر و این هم که تمپرمونه. بیشتر تو این جلسه میخوایم راجع به تمپ کردن و تمپر صحبت کنیم. خب اول اینکه برای کار اصلی ما توی عصاره‌گیری با تمپر، این خیلی وسیله مهمیه. یه سری اصول اولیه داره که باید حتما رعایت کنیم تا بتونیم یک تمپ اصولی و درست داشته باشیم. حالا از همکارم خواهش کنم بیاد نزدیکتر که داره فیلم میگیره تا کامل بهتون توضیح بدم. این قسمت بسکتمونه که حالا ما بسکت 18 گرمی داریم و 20 گرمی، حالا و گرم های مختلف ازش هست. ما 20 گرم، یعنی نهایت 20 گرم قهوه توش جا میگیره. بیشتر از اون نمیتونیم توش قهوه وارد کنی و ازش عصاره‌گیری کنی، فشار بهش میاد. خب اول اینکه قهوه رو وقتی داخلش میریزیم یک وسیله داریم به نام لولر که اینو میذاریم روی قهوه و اینو میچرخونیم 2 تا 3 دور میچرخونیم. این باعث میشه که سطح قهوهمون صاف بشه و اینکه وقتی تمپ انجام میدیم تمپمون راحت تر باشه و فشار به تمام نقاط قهوه با هم بیاد. تمپ اصولی چیه؟ ما برای اینکه تمپ اصولی انجام بدیم و درست، اولین کاری که میکنیم اینه که دستمون به صورت 90 درجه، اگه یکم بری عقب‌تر فکر کنم بهتر بشه، دست باید 90 درجه باشه و فشار از ناحیه ساعد بهش وارد بشه، یعنی دقیقاً از این ناحیه فشار باید از این ناحیه وارد بشه، نه از مچ. یعنی مچ ما نباید خم باشه مثل این حالت، اینطوری نباید تمپ کنیم، یا مثلا زیادی کج نباشه دستتون. تمپ چون ما باید 30 پوند کلا فشار رو وارد کنیم، اینطوری اگه وارد کنیم خیلی فشار اصولی تر و دقیق تر انجام میشه. حالا جلوتر که بریم، اگه بریم تو کار باریستایی و اینا، همکارا به خاطر اینکه کارشون سریعتر انجام بشه با 3 انگشت یا با 2 انگشت تمپ رو انجام میدن، اینطوری و اینطوری. ولی باز هم اصولش اینه که شما اول این تمپ رو انجام بدین تا میزان فشاری که میخواین وارد کنین رو دستتون بیاد. بعدش که جلوتر برین و حرفه‌ای بشه میتونین با 2 انگشت که فشار به تمام نقاط قهوه با هم وارد بشه و چنلینگ نداشته باشین توی قهوه، نمیدونم عصاره‌گیری بد نداشته باشین و این چیزا. این تمپ اصولیه که باید انجام بدیم. دوباره بهتون میگم که ما اگه تمپ اصولی انجام ندیم یه سری خطاها مثل چنلینگ توی عصاره‌مون به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی یک قسمت عصاره‌گیری بیشتری انجام میشه نسبت به قسمت‌های دیگه و همچنین ممکنه که از یک طرف اگه کج تمپ کنیم از یک طرف عصاره‌گیری بیشتری انجام میشه، از یک طرف عصاره‌گیری کمتری و طعم قهوه‌تون بد بشه. اینها مشکلاتی که تو تمپ بد به وجود میاد براتون. پس اول از همه میذارین پورتافیلترتون رو و از قسمت ساعد فشار رو وارد میکنیم به تمام نقاط قهوه. دستتون سعی کنین کج نشه. این تمرین زیادی میخواد تا بتونین تمپ اصولی انجام بدین. باید به تمام نقاط قهوه یک جا و با یک تمپ فشار وارد کنید. دبل تمپ نشه، یعنی یه بار اینطوری نکنید و دوباره بیاین اینوری انجام بدین. اینا همش اشتباهاتیه که توی باریستایی به وجود میاد و باعث میشه یه قهوه خیلی بد بهتون تحویل بده. خلاصه این از تمپ بود. حالا بیشتر کار توی تمرین به وجود میاد و درست میشه. با توضیحات یک مقداری از خطاهای بزرگ رو فقط میتونیم جلوگیری کنیم ازش. تمرین کنیم و جلسه سوم که توی قسمت بار میخوایم ضبطش کنیم و حتما ببینیم. هم تمپ رو دوباره بهتون توضیح میدیم، هم وسایل دیگه توی بار رو بهتون توضیح میدیم و میریم توی قسمت‌های خیلی عملی تر. ممنون.